اول میخوام که ماده 65 قانون اساسی افغانستان پاراگراف دوم شبه خانم مراجعه به قانون عمومی نباید مراکز احکام این قانون اساسی و یا مستلزم تعدیل باشد. جناب رئیس، یک تعداد بسیار زیادی از وکیل‌صاحبان در روی جلسه اشتراک کردن و این خانه هست که باید تمثیل کننده مسئله اداری مردم باشد. اما ما بسیار متأسف هستم جناب رئیس که شما وقتی جمع‌بندی میکنید اگر اعضای این خانه برخلاف جمع‌بندی شما نظر دارد که شما نظریات اعضای همین خانه را و جمع‌بندیتان میارن باید بر شما وقت بدید. موضوع مهم ملی که میتونه آینده‌ساز بر افغانستان باشد برای برنامه‌های روزمره زندگی ما قربانی میکنیم. ما بسیار متأسف هستم که در اول مثلا میخواستم نظر ارائه کنم اما چون که وقت ندادیم مکان سرخ به خاطر از اینکه نمیخوایم سوء استفاده از قانون اساسی افغانستان برای اصول وظایف داخلی کنم بلند نکردم شما را وقت ندادیم. اما بیشتر در این همه متوجه کار سرخی است که نه اصول وظایف داخلی با خود دارد و نه ماده قانون اساسی افغانستان. جناب رئیس محترم، شما در جمع‌بندیتون لازم بود که تحقیق میکردید در مسئولیت شورا وقتی که البته پیمان در شورا بیاید شورا یا با اون رأی میتن یا دیدگاه متفاوتی داشته باشد. اما امروز نگرانی که در افغانستان مبنی بر منافع ملی افغانستان حتی کشورهای بیرونی را و سطوح آوردن حتی کشورهای بیرونی میاد در افغانستان نظر میتن که امضا کردن این پیمان به فایده افغانستان است. حتی پاکستان آیا شما را دست خودتان دلسوزتر از پاکستان و رئیس جمهور و منافع ملی افغانستان نمیدانید که شما میخواید صبر کنید وقتی که این پیمان از روی یک طرفه شکلی جمعه ما و شما امروز گزینه سه داریم. زندگی مردم افغانستان به خطر مواجه است. شاید مردم فکر کنند که یک تعداد اگر فصلش افغانستان خراب بود از مرد بیرون میرن، اما یک تعدادی که از مرد بیرون رفتن نمیتونند این بازی‌های خود دیدی قربانی میشن چی میشن؟ یک موضوعی رئیس جمهور شما باید موضوعی بسیار جدی داشته باشد. شما مسئله اداری مردم افغانستان را با خود دارید. موضوعی که شما در کمیسیون شما ما قوه قضا داریم. قوه قضایی از رکن بسیار معتبر است. نباید قوه قضایی ما فدای کمیسیون‌های موقعی شود که ما با برنامه‌های شخصی خودمان تحقیق کنیم. ما در اثر از این نیستیم که این افغان است بدون جرم در زندانی زندان باشد اما باید حاکم انتخابات در افغانستان